برادرو السلام علیکم و رحمت الله. اینمی در خودی روی مسجد مدینه دم همچه بوچکو دم آبی زمزم های خدا اگر نصیب گردون همه جا آمدن همه بوچکو همه آبی زمزم خیلی بسیار نگاه کنین. شما کوشش کنین که همه اشاره که نوت گل داره کو ای همه آب بخورین. برای که اگر ای همیش بخورین آبش خنکه میتونین کسل شین. درجه کسل شدن جایز نیست. مثلا کوشش کنیم رو کسل نشیم که همه عبادات ای رفتاری خوب میمونیم در همون گسینسو. نمیر خدا در کارای نه بهترینه. خنکی بد نیست. چاقی که بسیار خوردی هم خوب حدیث شریفه که علیه السلام پیغمبرمون حبیب خدا گفته است که یکی از اشاره ایمان در بسیار خوردن نوشیدن همین آب زمزم است. خدا هر یک تیمون رو توفیق بده، خدا برکت عطا کنه بفرمونه ما رو. همین آب زمزم این آدمون یکی هم بوچکود و بخشکود میگیرن و میبرن گسینسوشون. بعد همین رو میگیرن میبرن خونه‌شون. مثلا همینجا گرفتن. ممکنه مثال با کاشکای معده باشه اما را پر کرده بردن گسینسه بعد همه خیلی اصلا جمع کردن. مثلا همین آب زمزم وقتی رو را شکیدن یا رو را شوشتن یا مثلا دست و پا را آب گرفتن یا مثلا همین آب زمزم گرفته مثال احرام را شوشتن ترک کردن این کاری خوبه میگن کاری بهترینه. این میره ما روز در اومده بودیم بایدتون باشه هم یهویی بودن شاید محکم شو میکنم بارون باشم روی میکنم یارا. این مرحمت ولی ما نزدیک میشیم بابو سلام ده یک جای سلام میگیم حبیب خدا علیه السلام. این مرحمت پیشی جا هوی بود حاضر این سال 2022 مرحمت محکم شده فقط درآمدش ای بالا. این ای بالا مردم رفته است. این مرحمت نگاه کنین مردم رفته است. یک طرف ای بالا میدرن و این خیلی مایده درآمدن میگیرن. این مرحمت نگاه کنین این خیلی میدرن میرن با حضور و یک جای انشالله خدا که خواهد سلام میگیم. ای نام همه تاجیکا ای نام همه مسلمانا الصلاة و السلام علیک یا رسول الله الصلاة و السلام علیک یا حبیب الله یا خیر خلق الله استغفر الله. پروردگارم گناههای ما رو ببخش. پروردگارم به خاطر حبیب محمد صلی الله علیه و سلم گناههای ما رو ببخش. بر ما توفیق عبادت کردن خیر کردن رو عطا بفرما یا الله. پروردگارم در قرآن کریم خودت گفته که آن آدمایی که میان به زیارت حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گناهانشان را میبخشم. ببخش گناههای ما را یا الله. ما بندای گناهگار هستیم. پروردگارم در عمر ما در کارهای ما برکت عطا بفرما. پروردگارم این و آن دنیای ما را خیر بگردان. فرزندهای ما را در پناه نگاه دار. پدر و مادرهای ما را خیش و توارای ما را که این دنیا را ترک کردگیند پروردگارم جاشون جنت بگردان یا رب العالمین. همه حاجت هایی که ما داریم پروردگارم حاجت های ما را برار. پروردگارم در پناه حفظ بگردان. امت محمد صلی الله علیه و سلم را پروردگارم از رحمتت محروم نگردان. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.